سلام، خوش اومدید به این برنامه. توی این برنامه میخوایم توی 5 دقیقه 30 تا اصطلاح خیلی مهم از سریال فرندز رو با هم مرور بکنیم. اگه قصدتون یادگیری تا آخر این ویدیو همراه باشید، اگه قصدتون سرگرمی، بهتر همین ویدیو رو همین الان ببندید. ما قبلا این اصطلاحات رو کاملترش رو توی کانال یوتیوب بررسی کردیم و اگه دوست داشتید مفصلتر با مثالهای بیشتر مرور کنید، اون ویدیوها در دسترس هستن. الان با هم 30 اصطلاح خیلی خوب سریال فرندز و آموزشی و کاربردی رو با هم قراره مرور بکنیم. مطالب رو چند بار مرور میکنیم تا در ذهنتون بشینه و کامل ملکه ذهنتون بشه. هیچ نوشتن و نوت برداری لازم نیست. همینجا سریع با هم تمامی مطالب 30 تا اصطلاح مهم رو مرور میکنیم. اصطلاح شماره 1 It's not a big deal. معنیش به انگلیسی میشه چی؟ It's not important. وقتی میخوایم بگیم این مسئله مهم نیست. It's not important. It's not a big deal. اصطلاح دوم tough معنی دیگرش میشه difficult. کلمه مهم و پرتکرار. Things get tough. وقتی که میخوایم بگیم اوضاع در حال دشوار شدنه، فعلی که استفاده میکنیم getه. Things get tough. مثالش هم یادتون بمونه. I'm going over Amanda. اصطلاح 3 یعنی چی؟ وقتی که میگیم I'm going over somebody، معنیش اینه که من میرم خونه فلانی. I'm going to Amanda's house. I'm going over somebody. Going over somebody یعنی به خونه کسی رفتن و یا مهمون رفتن. شماره 4 Dude میشه a common word that's used to address a guy or woman informally. یعنی معنای غیر رسمی داره، در کاربردهای غیر رسمی داره. یه معادل انگلیسی دیگه اگه بخوایم براش بگیم پال هست. P-A-L پال. اصطلاح شماره 5 make veracity. اینو گفتم، توضیح دادم در ویدیو قبلی. make veracity در آمریکا بهترین بازیکنای تیم‌های دانشگاهی رو سلکت میکنن و به تیماشون میبرن. این اصطلاح میشه make veracity که در سریال فرندز هم این اصطلاح کاربرد داشت. شماره 6 بیبی سیستر یعنی چی؟ همون زن جوونیه که از بچه ها مراقبت میکنه و در سریال اینو ما دیدیم. شماره 7 I'm gonna head به چه معنا میتونه باشه؟ یه ثانیه، چند ثانیه فکر کنید. I'm gonna head یعنی I'm going to leave، یعنی من میخوام اینجا رو ترک کنم. I'm gonna head. شماره 8 DOP یعنی very good خیلی عالی، خیلی خوب. شماره 9 set یعنی قرار دادن، فوت یعنی پا. حالا set foot وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی انگلیسیش go to somewhere. مثال بزنیم I haven't set foot in a bar in years. من سال هاست که در بار قدم نذاشتم. set foot قدم نهادن، قدم گذاشتن. شماره 10 dumb املاش خیلی دقت کنید، اینو تاکید کردم. D-U-M-B که بی خونده نمیشه. dumb یه حتی یه گیمی هم بود که ما قبلا بازی میکردیم dumb ways to die و اون یه گیم خیلی هم مشهوری بود. dumb یه معادل انگلیسی بگم براش stupid. شماره 11 fool someone fool someone فریب دادن. انگلیسیشو بیایم بررسی کنیم. To trick someone into believing something that is not true یعنی فریب دادن make a fool یا fool someone. شماره 12 24/7 یعنی انگلیسیشو بگیم all times always every day یعنی همیشه، یعنی 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته. 24/7 یه اصطلاح بسیار پرکاربرد وقتی که میخوایم بگیم همیشه و همه جا. شماره 13 یامی به معنی خوشمزه و اصطلاح ساده‌ایه، فقط به یادتون بسپارید. شماره 14 drop somebody off یعنی to leave someone or something at the destination یعنی پیاده کردن. drop someone off. دقت کنید، اصطلاح خوبیه. شماره 15 make out. تو سریال حالا این اصطلاح به کار برده میشد. make میدونیم درست کردن، ولی وقتی که فعل دو کلمه‌ای میشه خیلی معنی متفاوت میشه. make out یعنی
بوسیدن عاشقانه. حالا در این معنیه. شماره 16 باک BUCK یعنی دلار. مثال بزنم براتون. These shoes are $20. I should get them. باکس یعنی دلار. ولی خب دلار رسمی تره، ولی وقتی که میگیم باکس عامیانه تره و در مکالمات روزمره باکس استفاده میشه. شماره 17 لاندری دی. گفتم یه روز خاصیه در آپارتمان و در هفته تعیین میکنن برای شستشوی لباس. لاندری یعنی خشکشویی. املاش هم خیلی مهمه. لاندری LAUNDARY لاندری دی. شماره 18 مد. ببینید مد یعنی دیوانه، crazy. اینو یادتون باشه. ولی وقتی که میگیم mad at somebody اینجا معنیش دیوانه نیست. mad to somebody هم نه. mad at somebody. دقت کنید اینجا وقتی که میگیم mad at somebody یعنی عصبانی شدن و خشمگین شدن از کسی. اصطلاح شماره 19 even number یعنی شماره های زوج. 2 4 6 8 اینجوری زوج. even EVEN املاش هم گوشه ذهنتون داشته باشید. شماره 20 odd number یعنی عددهای فرد. odd املاش خیلی مهمه. ODD odd number 1 3 5 7 فرد دیگه. شماره 21 half eaten مثلا استیک. half eaten food یعنی چی؟ یعنی نصفش خورده شده. half eaten دقت کنید. half eaten jar half eaten sandwich مثالش هم زدیم. 22 اصطلاح شماره 22 اسنک. وقتی که به فعل معنی میشه to snack to have snack یعنی چی آقا؟ یعنی میان بعد خوردن. اسنک با اسنیک اشتباه نشه. اسنیک به معنی ماره. اصطلاح شماره 23 10 bucks says that we can name every item in the bag. وقتی که میگیم 10 bucks says یا مثلا اینجا معنیش اینه که آقا شرط بستن روی $10. 10 bucks says مثلا میگه طرف. fork اصطلاح شماره 24 که در واقع دو تا اصطلاحه. fork it over یا to cough it up یعنی پرداخت پول. وقتی که غالبا هم ما دوست نداریم این پول پرداخت بشه، مثلا میگه fork it over یعنی این پول پرداخت کن. اصطلاح شماره 25 and so یعنی بنابراین یعنی therefore. مترادفش رو یاد بگیرید. اصطلاح شماره 26 out of nowhere 3 تا مترادف خیلی خوب هستن. یعنی suddenly یعنی unexpectedly. اینا رو یاد بگیرید. out of nowhere خیلی مهمه و حتما باید در ذهنتون باشه. شماره 27 show of hands یه اصطلاحیه که در فیلم هم به کار برده شد. یعنی آقا مثلا دستمو میبرم بالا، میشه show of hands. نظر مثبت، موافق، منفی، به این میگن show of hands. 28 drop it یعنی چی؟ انگلیسیشو با هم سریع مرور کنیم. stop talking about something that annoys you. drop it یعنی آقا بیخیالشو ول کن، دیگه در موردش حرف نزن. این میشه drop it DROP drop it. اصطلاح شماره 29 back someone up یعنی کمک کردن به کسی. back someone up. و اصطلاح شماره 30 یعنی میگه I get something. 3 تا اصطلاح got something یعنی آقا من متوجه شدم، گرفتم منظورتو. understand figure out find out. تقریبا این 4 تا اصطلاح در یک معنی و مفهوم هستن. یه اصطلاحی هم یادم رفت بگم و مهمه، حیف بود این اصطلاح امروز مرور نشه. misleading یعنی شایعه و دروغ که تو سریالم باز این کلمه کاربرد داشت. اگه این ویدیو براتون مفید بود برام بگید تو کامنت ها و نظراتتون رو دوست دارم در این مورد بشنوم. اگه دوست داشتید بیشتر و با طمأنینه تر یاد بگیرید ویدیوهای قبلی رو حتما تو کانال بررسی بکنید. تا دیدار بعدی، بدرود.